خیر بچه ها، امسال هم گذشت. ما میخواهیم در سال آینده با نگاهی نو پرقدرت کارمان را آغاز نماییم. یوسف، نامرهای یکه را پیدا کردی؟ الو. سلام علیکم. سلام علیکم. استاد، من یک صاحبکار جوان میخواستم مال و محصولاتم را، مغازه خودم را با صدای شیرین و شیرانه شما یک تبلیغ میکردم. معلش، من زید نیستم. استاد، من میخواستم با صدای شیرین و شیرانه شما این مال و محصولات زیبا را یک تبلیغ زیبا میکردیم. رفتیم تبلیغ میکنیم. مغازه پرده و قالین‌های پولاد شما را شادباش میگوید. شما میتوانید از مغازه ما قالین‌های زیبا و آزاده ترکی و ایرانی را با دیزاین‌های زیبا و ناتکرار خریداری نمایید. نشانی ما خیابان عینی 13 روبروی مرکز سودای پیکر.